سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. امروز با هم دیگه میخوایم یه همچین عکس 3D رو با هم دیگه بسازیم. نگاه به ظاهرش نکنید، خیلی راحته ساختن این عکس. اگر میخوای بدونید چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم، ادامه این ویدیو رو نگاه کن. خب قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، اگر از این جور ویدیوها خوشتون میاد فقط کافیه که کانال یوتیوب ادیتور پیو رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید تا به لحظه بتونید ویدیوهای ما رو ببینید. خب پس بدون معطلی بریم سراغ آموزش. میریم تو منوی فایل، روی پلیس امبدد کلیک میکنیم، عکسمون رو میاریم اینجا، بزرگش میکنم من. البته لینک این عکس ها رو من واسهتون میذارم که اگر خواستید استفاده کنید. اینجا من اوپاسیتیش رو کم میکنم، اینجاها تقریبا حذف میشه که روی گوشی تقریبا 3D بشه. اینجا برمیگردونم رو حالت قبلش، اوپاسیتیش رو روی همون 100 میذارم. اینجا باید عکسمون رو ماسک کنیم با استفاده از هر ابزاری که در دسترستون هست. اگر آبجکت سلکشن تول رو ندارید میتونید از کویک استفاده کنید یا از پن تول استفاده کنید، فرقی نمیکنه، فقط باید عکستون رو اینجا ماسک کنید. من با استفاده از آبجکت سلکشن تول اینجا عکسمو ماسکش میکنم. خب میبینیم که یکم خطا داشته، اینجا میریم درستش کنیم. اینجا من زدو میزنم، میرم که اینجا میبینید که خیلی خوب سلکت نکرده، چون عکسمون بک‌گراند خیلی ساده ای نداره، یکم کارو برامون مشکل میکنه. اینجا با استفاده از کویک من میام اینجا درستش کنم، آتو نگه میدارم، اینجا منفی میشه، یا اگه میخوام اضافه کنم اینجا شیفت رو نگه میدارم، مثلا این شکل، یا اینجا آتو نگه میدارم، اینجا درستش میکنم. خب ماسکمون تقریبا تموم شد، آنچنان که دقیق باشه نیست. اینجا من کیو رو میزنم، تقریبا خوب سلکتش کردیم. اینجا من دوباره کیو رو میزنم تا به حالت پیشفرضش برگرده. تو این قسمت یه ماسک ایجاد میکنیم، اینجا یه کنترل جی میزنیم، اینجا یه کپی ازش میگیریم، چشمک لایه اصلی رو اینجا من خاموش میکنم. خب روی ماسکمون اینجا کلیک میکنیم، اینجا خیلی راحت با کنترل آی اینجا اینورتش میکنیم، چشمک این لایه رو موقتا خاموش میکنیم. اینجا میایم با استفاده از این ابزار سلکشن میایم صفحه موبایل رو سلکت میکنیم، خیلی راحت. سلکتمون رو اینجا انجام دادیم، اینجا چشمک لایه بالایی رو من برمیگردونم. حالا با استفاده از براش سفید اینجا که مخالف ماسکمون هست، مخالف رنگ ماسکمون هست، اینجا میایم به این شکل برمیگردونیم، یه بار دیگه اینورت میکنیم. اینجا با استفاده از شورتکات کنترل شیفت آی اینجا براش رو انتخاب میکنیم، پاکش میکنیم. حتما باید لایه های اضافی اینجا که از کادرمون زده بیرون حذف بشه. خب
چشمک لایه پایینی رو هم روشن میکنم. اینجا با استفاده از کنترل دی سلکتش میکنم. خب میبینیم که هنوز یه تیکه هایی از اینجا کم اومده. خب اینجا حتما باید روی اسمارت سابجکت باشه. اینجا کلیک راست میکنیم، راسترایز لایر رو میزنیم که از اون حالت اسمارت سابجکت خارج بشه. اینجا L رو میزنم، دقیقا این تیکه رو انتخابش میکنم. اینجا شیفت بک اسپیس رو میزنم، حتما باید روی کانتنت اویر باشه. اوکی رو میزنیم. به این شکل اینجا دیسلکت میکنم. اینجا یکم چیز داشتیم، خطا داشتیم که اینم درستش میکنیم. خب دیدید که خیلی راحت، اصلا کاری نداشت، خیلی راحت تونستیم یه همچین عکس 3D رو با هم دیگه بسازیم. خب مرحله اول این عکس تموم شده، کار 3D مون کاملا تموم شده. حالا میریم برای زیباسازی عکس. خب بریم سراغ زیباسازی عکسمون. البته من این کار رو سلیقه‌ای انجام بدم، شما هر جوری که خودتون مایلید میتونید این کار رو انجام بدید. اینجا من جی رو میزنم روی پینت باکت تول، اینجا روی بک‌گراندم کلیک میکنم، یک لیر جدید اینجا اضافه میکنم با رنگ مشکی. اینجا کلیک میکنم، حالتش رو هم میذارم روی حالت سافت لایت. اینجا من ای رو میزنم، اینجا روی مثلا 500 اینا میذارم. هاردنسش هم رو همون 0 باشه. اینجا یکم پاکش میکنیم. میام بالا، اینجا یه لایه دیگه درست میکنم، جی رو میزنم، اینجا یه لایه مشکی دیگه. اینجا میرم توی تب فیلتر، اینجا روی رندر لنز فلیر رو انتخاب میکنم، اینجا روی 105 پرایم میذارم، برایتنسش هم اینجا روی 100 باشه. اینجا یکم جابجاش میکنم که اون اشعه‌ای که داره نیفته. خوبه. اینجا
میتونم برایتنسش رو کم و زیادم بکنم. اینجا روی همون 100 عالیه. اینجا من اوکی رو میزنم. حالتش هم روی اسکرین میذارم. اینجا مثلا داره از بالا بهش میتابه، اینجا قرارش میدم تقریبا اینجا خوبه. خب من اینجا کنترل، اینجا روی لایم حتما باید باشیم. اینجا من کنترل یو رو میزنم. اینجا یکم میارمش کنار که بتونم ببینم قشنگ. تیکه کالرایز رو میزنم. اینجا سچوریشنم رو بولوش 40 خورده ای میذارم، همون 48 خوبه. اینجا هیو رو یکم متمایل به نارنجیش میکنم. روی همون 33 خوبه. اوکی رو میزنم. روی این لیر هم اینجا کلیک راست میکنم. اینجا Convert to Smart Object رو میزنم تا به شکل یک آبجکت بیرون بیاد. اینجا میرم تو تب فیلتر دوباره. اینجا روی بلر گایسن بلر رو میزنم. اینجا یکم حالت بلرش میکنم. اینجا یه 5.2 خوبه. اینجا یه چیزم یادمون رفته، اینجا روی ماسکمون یه بار دیگه کلیک میکنیم. اینجا فدرش رو یکم زیاد میکنیم که این گوشه ها یکم محو بشه. یه بار دیگه اینجا یک لیر ایجاد میکنیم. میایم پایین. اینجا دقیقا روی خود عکسمون که این خانم با سگش هستش، اینجا کنترل رو نگه میداریم. اینجا کلیک میکنیم، جی رو میزنیم. اینجا روی گریدینت تول اینجا یک گریدینت سیاه و سفید انتخاب میکنیم. اینجا شیفت رو نگه میداریم یکم به این شکل. نمیخواد اینجا شیفت رو ول کنیم، بهتره یکم بیشتر. خوبه. کنترل دی رو میزنم. اینجا دیسلکتش میکنم، میذارمش روی حالت مولتی پلی. اینجا یکم اوپاسیتیش رو کم میکنم روی همون 55 اینا باشه خوبه. خب اینجا یک سایه خوشگلم براش درست میکنیم. اینجا یک لیر جدید درست میکنیم. یه بار دیگه کنترل، اینجا رنگش رو مشکی میکنیم. کنترل دی رو میزنیم. حالا کنترل تی، اینجا کلیک راست میکنیم. روی فلیپ ورتیکال کلیک میکنیم. اینجا به این شکل میاریمش پایین، تنظیمش میکنم. اینجا با استفاده از فلش پایین و بالا اینجا کنترل رو نگه میدارم. اینجا میچسبونم بهش. اوپاسیتیش رو اینجا کم میکنم با استفاده از اریزر تول. اینجا با هاردنس 0 اینجا پاکش میکنم، یکم کوچیک‌ترش کنم. خوبه به این شکل. اینجا میرم تو تب فیلتر، روی بلر گایسن بلر. اینجا تقریبا روی همون 4 خورده‌ای میذاریمش. اوکی رو میزنم اینجا.
خب اینجا میام توی create new or adjustment layer، اینجا روی curve کلیک میکنم، اینجا یکم باش بازی میکنم که یکم تار بشه. اینجا خب اینجا بعده اینجا خیلی خوب شده. حالا میرم یه بار دیگه روی create new or adjustment layer، اینجا روی color balance کلیک میکنم، میام تو قسمت highlights، اینجا یکم متمایل به قرمز، یکم متمایل به زرد، میام توی shadow، اینجا یکم دیگه متمایل به قرمز، یکم متمایل به زرد. خب خوبه، واقعا فوق‌العاده شد. اینجا یه مقایسه ای داشته باشیم بین زیباسازی هایی که انجام دادیم و حالت قبلی یا همون مرحله اولی که انجام دادیم. اینجا با استفاده از شیفت همه رو من انتخاب میکنم، یک کنترل جی میزنم که توی پوشه جداگونه باشه. اینجا مثلا اسمشو میذارم کالر. اینجا میتونیم تفاوت‌های قبل از زیباسازی و بعد از زیباسازی عکسمون رو ببینیم که یه همچین عکس 3D رو خیلی راحت، اصلا هیچ دردسری نداره، نگاه به ظاهر عکس‌ها نکنید، واقعا ساختنشون خیلی راحته، منتها یکم زمان بره. اگر سوالی دارید، نظری دارید، انتقادی، پیشنهادی یا درخواستی از ما دارید، حتما تو قسمت کامنت ها بپرسین، من اونجا به تک تک سوالات و درخواست شما پاسخ میدم. خب تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.